ادامه میدهیم به حل کردن مسئله های المپیادای ناحیوی ناحیه سینا صنف‌های 9. حاضر به رسیدیم به مسئله چهارم کار خطی. میگوید که در ظرف پر ایزولیت شده 2 لیتر آب در حرارت 0 گرادوس موجود است. برای 1 گرادوس گرم کردن این چه مقدار انرژی لازم می شود؟ ما در مسئله های صنف‌های 7 و 8 این را علاقه دیده برآمده بودیم و همین مسئله با همین مانند مسئله رو علاقه دیده برآمده بودیم. برای همین در اینجا من بعضی قسمت های این مسئله رو زودتر گفته میگذارم. یعنی که ما در آنجا پیدا کردیم که ماسه 2 لیتر آب برابر است به 2 کیلوگرم. یعنی 2 لیتر آب حرارتش 0 گرادوس برای به 1 گرادوس گرم کردن چه مقدار انرژی لازم میشود؟ یکم قدم میگوید که برای به 1 گرادوس گرم کردن چه مقدار انرژی لازم میشود. از فرم Q برابر 3m دلتا T استفاده میبریم. قیمت های عددی رو گذاشته حاصل میکنیم. 3 آب 4200 هست. گرمی گنجایش خاصی آب 4200 ضرب ماسش 2 کیلوگرم مالکای معین کردیم. ضرب دلتا T میگوید که به 1 گرادوس گرم کردن. ببینید که به 1 گرادوس یعنی ضرب 1 گرادوس برابری میشود 8400 جول یا اینکه 8 تا از 10 4 کیلو جول. دویم قدم میگوید که هنگام پورا به یخ مبدل گردوندن اون چه مقدار انرژی خارج می شود. یعنی Q برابر می شود با مینوسی لامدا M از فرم گرمی کریستالیزاسیون. یعنی Q برابر مینوس لامدا M استفاده میبریم. لامدا یخ 340 است. جول تقسیم کیلوگرم کیلو جول تقسیم کیلوگرم ضرب M ما 2 کیلوگرم این میشود که 680 کیلو جول. قدم سوم میگوید که اگر با آب یخی مسش 100 گرم و حرارتش مینوس 10 گرادوس همراه کرده شود چی مقدار آب به یخ مبدل میگردد؟ انا این قدم سومش کم باشد مشکل تر است. یعنی که اگر با آب یخی مسش 100 گرم و حرارتش مینوس 10 گرادوس همراه کرده شود چی مقدار آب به یخ مبدل میگردد؟ آب ما مسش 2 کیلوگرم است. بیاید میسنجیم که اگر آب ما پر را به یخ مبدل گردد چی مقدار انرژی خارج می شود؟ Q خارج شده Q1 میگوییم. این برابر است به ما الان این رو معین کردیم در اینجا در قدم دوم ما معین کردیم که هنگام پر را به یخ مبدل گشتن آب ما 680 کیلو جول انرژی خارج می شود. یعنی که اگر این آب ما تمام انرژیش رو به یخ مینوس 10 گرادوسه که در اینجا قید کرده شده است دهد و خودش به یخ تبدیل یابد انا همین قدر انرژی در اینجا مینوس داریم از یاد نمیبریم. انا همین قدر انرژی خارج می شود و این انرژی رو اگر خودی انا همین یخ مینوس 10 گرادوسه گیرد آیا این انرژی کفایت میکند تا که انا همین یخ مینوس 10 گرادوسه پر را به 0 گرادوس و بعدتر در حرارت 0 گرادوس باز به آب تبدیل یابد. حاضر این را میسنجیم. یعنی که Q2 میگوییم برابری مینوس 10 گرادوسه یخ داریم. اون رو اول ما باید تا 0 گرادوس گرم کنیم به تغییری حالت فقط حرارتش رو تغییر دهیم. یعنی که ما باید 3 یخ M یخ دلتا T رو استفاده بریم. 3 یخ ما 2100 هست از جدول ضربی ماسه یخ 100 گرم است یعنی 0.1 کیلوگرم ضربی دلتا T ما 10 گرادوس از مینوس 10 تا 0. یعنی برای پر را تا 0 گرادوس گرم کردن یخ آب کردنش نه تا 0 گرادوس گرم کردن از مینوس 10 انرژی 2100 جول اینها اختصار میشوند 2100 جول لازم میشود که این انرژی خیلی خرد است. یعنی که انا همین آب 0 گرادوس ما این انرژی رو علاقه داده میتواند. این انرژی خیلی خرد است. بیاید اکنون ببینیم که همین یخ اگر پر را به آب تبدیل یابد چقدر انرژی لازم میشود. Q3 میگوییم این برابر است به لامدا M یخ این برابر است به 340 کیلو یا که ضرب 10 در درجه 3 ضرب ماسه یخ ما 0.1 کیلوگرم این میشود که 34 کیلو جول. یعنی که برای پر را به
об мубаддал гаштани ана ҳамин яхи мо 34 килоҷоул энергия лозим аст. ин аз он далолат медиҳад ки яхи минуси 10 градусаи мо метавонад пурра яхи минуси 10 градусаи мо метавонад пурра то 0 градус гарм шавад, то 0 градуси ях гарм шавад, пурра то 0 градус гарм шавад ва аммо дар 0 градус вай дигар ба об табдил намеёбад. ин кор иҷро намешавад. чаро? чунки обе ки дар он ҷо мо дорем 0 градуса аст. онами обе ки мо агар онро ба ях табдил медодем пурра минус 680 килоҷоул энергия خارج میشد یا که 680 کیلوجول انرژی خارج میشد همون اگر در آمیختگی با آن همین یخی ما باشد وقتی یخ 0 گرادوس میشود الکی آب ما چی میشود؟ آب ما در اینجا علاقه آن همون گرمی رو با آن همین یخ بس میکند، یعنی دیگر گرمی نمیدهد چون که حرارت آنها برابر میشوند. یعنی که چقدر اما ببینید اما حرارت آنها برابر میشوند در 0 گرادوس بعدتر دیگر آب 0 گرادوسه ما با یخ 0 گرادوسه همون گرمی نمیدهد چون که حرارتشون برابر است گرمی نمیدهد. اما تا اون که یخ مینوس 10 گرادوسه ما با 0 گرادوس تبدیل میدهد تا این وقت و انرژی لازم دارد. چقدر انرژی لازم دارد؟ انا همین قدر که ما الان این رو یافتیم. این قدر انرژی رو این یخ مینوس 10 گرادوسه ما برای تا 0 گرادوس تبدیل یافتن گرم شدن از کی میگیرد؟ یا که از چی میگیرد؟ از انا همون آب 0 گرادوسه. اما آب 0 گرادوسه ببینید که اگر کم انرژی دهد موافقی وابسته به همون انرژی دادهش یک قسم مسش به یخ مبادل گشتن میگیرد. برای چی؟ برای که باید این انرژی خارج شود و این انرژی وقتی خارج میشود از یگان قسم انا همین آب 0 گرادوسه ما این قسم انا همون آب یخ میشود. یعنی ما میگیم که بگذار ام اشتریخ قدر مسای آب ما یخ شود و چقدرش یخ میشود؟ همون قدرش که گرمی 2100 جول رو حاصل کند. انا همین گرمی که در اینجا من با خط سبز کلوله کردم انا همین قدر گرمی باید خارج شود از آب 0 گرادوسه ما تا که یخ مینوس 10 گرادوس رو تا 0 گرادوس گرم کند. پس می نویسیم ام اشتریخ ضرب لامدا برابر میشد به انا همون کیوی انا همون 2100. اون رو ما با کدام کیو اشاره کردیم؟ اون رو ما با کیو 1 اشاره کردیم. کیو 2 از اینجا ام اشتریخ رو میابیم. ام اشتریخ این مسای آب 0 گرادوسه که به یخ تبدیل یافته است. این برابر میشه به کیو 2 تقسیم لامدا. کیو 2 ما 2100 جول، لامدا ما 340,000 جول تقسیم کیلوگرم. در اینجا صد ها اختصار میشن میموند 21 تقسیم 3400. 21 تقسیم 3400 اینجا میموند 0.0062 تقریبا 0.0062 کیلوگرم یا اینکه 6.2 گرم آب ما یخ میشده است. دوامش همون قدر آب باقی میمونده است. اما چطوری که ما گفتیم از بعد که حرارت سیستم به 0 گرادوس برابر شد بعد داد و گرفت گرمی بس می شود قطع می گردد. یعنی که سوال چهارم مسئله رو ببینید که در سوال چهارم از ما چی پرسیده است؟ از شرط 3 استفاده برده معین کنید که حرارت آخره آب چقدر می شود. البته که 0 گرادوس ما این رو الکی معین کردیم که 0 گرادوس می شود حرارت آخرش. اگر 0 گرادوس نمیشد داد و گرفت گرمی قطع نمی گردید. آنها بعد از این هم داد و گرفت گرمی رو ادامه میدادن. یعنی که جواب قسمت چهارمی مسئله 4 این میشد 0 گرادوس. این بود مسئله چهارمی کار خطی صفحه 9.